باغ و باغ پروری ساحه مهمی کشاورزی است که نه تنها برای تأمین امنیت آذوقه‌باری بلکه برای حفظ محیط زیست و رشد همه‌جانبه اقتصاد نیز اهمیت کلان دارد. موضوع باغ و باغ پروری سبزانیدن درخت و پرورش نهال از زمانهای قدیم تا به امروز در تمام جهان موجود است. وقتی آدمان درک کردند که درخت و دیگر رستنی ها می توانند منبع خوراک، مصالح و طبابت باشند، آنها با استفاده معرفت خویش به باغ پروری روی آوردند. امروز نیز در سرگه این کار شخصان می ایستند که از فلسفه واقعی این پیشه آگاهند و آن را روش یگانه و منبع درآمد اقتصادی و عامل پیشبرد زندگی می دانند. ما برای نمونه شخصی را می توانیم مثال بیاوریم که بعد سالهای طولانی فعالیت در ساختارهای قدرتی کشور حالا به کشاورزی مشغول بوده، الکی همچون پیری کار میان مردم مخصوصاً خواجگیداران شناخته و اعتراف گردیده است. این باغ من سلکسیونی می باشد. در حدود چند؟ در حدود 40 سوتیق است باغ انگور. این انگور محلی هست، انگورای اروپایی است، انگورای اوکراینی است، انگورای امریکایی است. در مجموع چند نمود؟ در مجموع ممکن 20 25 30 نمود باشد، ممکن زیاد هم باشد. این انگور اکن کشمش زورش اکن امریکایی همقدر کلان میشد بدون است. یک 10 15 20 نمود امریکایی کشمش برآوردگیان که کشمش بزرگیر و با خارج روان کرده می شود. البته انگورای کشمشای ما بهترین کشمشش با مزه است، لیکن برای بازاری استعمالی خودی ما می باشد. مثال میگیریم انگور جوسی ما بهترین انگور است که در جهان این خیلی انگور خوشتم نیست، لیکن در بازار همین بازار خودمون هم برآوردند الکی بازار می برآورد که سیاه می شود، یعنی نمی ایستد و راه نمی رود. انگورایی که در خارج کشور می برورند آنها نیت به برآوردن به بازار بیرون که میکنند، آنها هنگام سلکسیون برآوردن همین رو به نظر گرفته میکنند که انگورشون سخت بسیار میستد، تو باور است میچینید میمونید تا 10 روزه تا 20 روزه به همین یخدان میستد و در راه چقدر خواهید میرود. انگور توفی ما همین خیلی است، میستد در راه میرود. انگور توفی ما بهترین انگور جهانی است. حاضر در جهان بسیارتر انگور بدونه رو خوردن رو همه رفته ایستاده است. دونه‌دار رو خورده دونه‌ش رو برآوردن یک خودش همین یک ناراحتی میشود در نزد مهمون در نزد دیگر. برای همین حرکت میکنند انگورهای بدونه رو مونن. من اینچنین حاضر در من تخمینا ممکن 10 نمود انگور همین کشمش‌های بدونه امریکایی باشد، 2-3 نمود از اون خودمون هست. همه این رو ما زیاد کرده نهالش رو زیاد کرده به خلق پیشنهاد میکنیم، بعد دهقان‌ها پیشنهاد میکنیم. مقصد اساسی ما دهقان تاجیک پولدار شود، بای شود، همین انگورها رو کند و به مشکلی با خارج کشور کند و فروش صادرات کند. انگور همین آوردیم در اینجا هم انگور شد، در اینجا با شیرین تر شد. حساب گرمی آفتاب ما سوزان‌تر است، شیرین تر شد، بهترین انگور رو ما شد. نگاه بین انگور چه مشکل است؟ نگاه بین انگور وابسته به نوع سورتش است. در عموم گیریم مشکل است، چون که شما هر سال باید بخیوه نرم کنید، پرو دورو ریزید، در تابستان 4-5 مرتبه کمش آب باید دید، بعد 5-6 مرتبه باید شما داروی ضد کسل و حشرات زنید. اول خصوصا همین انگوری و میگیریم شاهانه این جدو کسلی رو ناز میبیند. اگر کسلی 500 متر دور گذرده کسلی جیغ زده به خودش میگیرد. این هم خیلی فیل دارد، خم توک دارد، بعد این همین مهنت بسیار دارد، صرف پولی بسیار دارد. اسکندر رازقوف در دهه چهارباغ ناحیه ورزاب کنار پایتخت کشور شهر دوشنبه در حدود 80 سوتیق زمین خواجگی خود را تشکیل داده نهالان و دیگر کشته های او الکی بارآور گردیدند. این خواجگیدار با آموزش های پی در پی و تجربه کاری روش های خاصه نهال پروری و سبزش سبزوات و میوجات را از خود کرده
در حدود خواجگی در اختیار داشتهش به کار میبرد. نهالان انگور که از نوعهای زیاد عبارتند در مساحت 40 ساتق شنانیده شده حاصلناکیشان خیلی خوب است. طور مشاهده کردیم بعضی از نهالان انگور که پیشپز می باشند الکی بعد چند روز قابل استعمال می شوند. من این انگوری که میبینه همین کشمیش است. همین کشمیش است. ببینید به دونه هست. همین امریکایی اواتر میگن همین است. همین باور کنید 6 سانتی متر میشود به دونه. من یک انگور دیگر از آوردم وارد کردم از اوکراین. نامش رو فراموش کردم. من که ببینید من ببینید که پخته شده است. روز دیگه همین من اوکراین آوردگی 4 سال پیش بود. هر جا شنونده گم کردم. نامشون هم گم کردم. امسال پیدا شدن من بستن من پختن. اون باید ببینید اونجا چه خیلی بسیار بستگی بسیار همه بسته است. خوش صفت هم بوده است. از انگورای محلی چی فرق دارد این پیش پخت یکم که پیش پخت صفتش خوشتر. محلی ما انگورای ما به نهایت انگورهای خوب هستند که راحت میکنه. حسین را ببینید که در جهان از روی طعم بهترین هستند. و برای روش دوستان تاک پروری باید که همه شرایط ها رو همون تاک پرور داشته باشد. از اون جمله خیلی زمین آب به آب نمیشد تکنیکا بعد چویلوب سوزد. برای اگر انگور گرفتنی باشد یگان شکل دراری به شکل دراری که در ترسون زوده است نمیبراید. باید که شکل دراری انگور از بالا آویزان باشد به تگش گردید. کار کردن آسان است، تراکتور گشتن آسان است، آب دادن آسان است، خامتو کردن آسان است، دورو زدن آسان است. وقتی که آسان شد پول شما صرفه می شود و مهر موندن در کار با همین برای که این تویبکاری هست که در 2-4 سال به شما فایده نمی بیارد. 5-6-7 سال فایده می بیارد. و وقتی که با انگور به بازار رود نه در بازار نرخش نغلطد بسیاری بد بسیاری همون نرخی رود که نه دهقان ضرر بیند نه استعمال کننده. دهقان همقدر پولی یابد که باز زیادتر کند کارش رو شوقمند شود. وقتی که دهقان که مثلا 100,000 سومانی صرف کرد یا 10,000 سومانی صرف کرد و فایدهش 2,000 سومانی شد و درختش رو بریده میپرتوید و کار نمیکند دیگر. برای ما نباید حرکت کنیم که نهایت نرخ ارزان شود. نرخ همقدر ارزان شود که با یک دیگر زیان بله هم استعمال کننده هم استحصال کننده فایده بینن. اسکندر رازقوف نه تنها پرورش انگورهای محلی بلکه انگورهای امریکایی و اروپایی را نیز به راه مانده است. خواجگیدار از کشورهای ترکیه، اوکراین و مانند اینها نوعهای گوناگون انگور را وارد کرده در حدود خواجگی خویش پرورش کرده و اکنون به اقلیم تاجیکستان مطابق شدند. من این انگور رو ببینید که انگوری یکی از بهترین انگورهای جهان انگوری مانیکور فینگر است. من همین انگور کم کم آفتاب سوزاند چون که باز میگم در اینجا من شرایطی بسیار خوب ندارم و من نودهش بسیار تر در کار است. انگورش رو من نمیفروشم. انگورش رو من با آدما میتیم، با صغیر خونه میتیم، با دیگر جاها میتیم. لیکن یعنی حاصلش رو شما خیلی نه حاصلش با من در کار است. با من نودهش در کار است. این انگور رو ببینید پخته و مسوده است. راستی گپ نامش رو نمیدونم. این رو اوکراین آوردگی بودم. در بین انگورای من بسیار انگورام گم شدگی بود. اکنون پیدا شدن. وقتی پخته انا 4 سال پس پیدا شدن. این نامش چیست نمیدونم. کنی پخته رسد میبینیم چه نمود انگور میشد. خوشش به نهایت خوشروی، آتش هم خوشروی. اکنون باز میبینیم در دیگر جواب با دیگر انگورها را. سال گذشته که خنک زدگی بود، سال گذشته نه 2 سال 3 سال پیش انگورای من بسیارش از بیخش بوب اومد. انگورای من عادتا پیوندی است در بالای تویفی پیوند بود. باز انگورای تویفی من پیدا شد. این انگورای تویفی میباشد اینش. من این انگوری مانیکور فینگر با استیلو پرزیدنتی هم میگویم. این تویفی خوشش ببینید چقدر کلان است. تویفی ببینید 2 کیلو خوشا میشود این خدا خواهد. من اکثر همین انگور بهترین این مانیکور فینگر است
این حالی کلانتر شود بسیار و بسیار انگور بهترین می شود. سرخی دراز می شود. قیمتترین انگور بزرگ همین می شود. باید گفت که برای خواجگیدار نه تنها حاصل انداخته انگورها بلکه نهالان و نوده های آن هم منفعت آورند. با گفته اسکندر رازقوف از ابتدای تأسیس خواجگی و خصوصا باغ انگور دهقانان از گوشه و کنار کشور برای دسترسی قلمچه مراجعت میکنند. از این خاطر خواجگیدار در قیده های علاهیده زمین پرورش نهالان را براه مانده مقصد دارد مساحت نهالخانه ها را زیاد کرده تجارتش را فراگیرتر نماید. وقتی که من در این سوحه گذاشتم و این سوحه کردم دلی من بود دیگر شد. من خودم رو تطبیق کرده یعنی به مقصد رسیده در حیات، یعنی که در حیات در جامعه به یک مقصد رسیدم، به یک کاری کردم که به جامعه فایده بیارد. این از اوکراین اومدگی است. نامش رو نمیدونم راست دیگر. یک تاشو چشم کنی پخته است و نپخته است در همین حضور شما. یک تاشو شما چشیدن. این ببینید سنگوری سخت است. درست؟ این معنی چی دارد؟ معنی اون رو دارد که این کند یک هفته میایستد در بالای میز. هست کم تری دیگر ها؟ حال شیرینیش رو نگرفته است. 10 روز پس میشد نه؟ همچنین در قسمت‌های علاهیده حدود خواجگی این خواجگیدار میوه‌های را امثال گیلاس، سیب، ناک، پیسته، شفتالو، بادام، از پالزی‌ها، تربوز، خربوز و دیگر سبزوات را به خاطر غناوت بازارها پرورش کرده است. در خواجگی مذکور اساساً اهل خانواده اسکندر رازقوف فعالیت می‌کنند، اما در موردهای ضروری از جمله زمان نرم کردن بیخ درختان و جویه ها قوه های علاوگی و تکنیکا به کار برده می شود. یک از مشکل ها در سوحه کشاورزی این قوه کاری است. در دهقان ما که بوی نیست، تکنیک خریده نمیتواند، قوه کاری استفاده میبرد. قوه کاری نهایت قیمت است. یک من اصیل میگیرم همین در باغ من در همین گرمی که 42 گرادوس است، من میرم پیش کارما یگون کس کار میگه از من کمش 250 سومونی پول طلب میکنه برای یک روز 2 مرتبه خوراک. من اگر با 250 سومونی بیارم اگر این میوه من نرخش طلایی میشود و من باید برآورده قیمت فروشم که خلق ناراضگی میکنه. برای همین قوه یکی از مشکلات دهقان این قوه کاری است. دهقان باید با اهل عائله‌اش کار کند و محصول برورد هم وقت ارزان می‌غلطد که اهل عائله هم چند نفر است، 2 کس 3 کس. در اینجا یک نفر هم کار کردن نمیتونه در 40 سوتیقی. این رو ببینید که من همین 40 سوتیقه فقط انا همین قدر پوبل کردم، این 3 سوتیق شد 4 سوتیقش رو پوبل کرد، در همین من 3000 سومونی گرفت از من. که این ببینید که نرخی انگوری من علاقه 3000 سومونی بالاش خوش میشد. انگور برای من فایده آور نیست، برای من نهالش فایده آور میباشد. من سلکسیونی کرده استودم که نهال پرورش کرده فروشم. انگور فایده‌ناک با اون خواجگی هست که چویلوی با مانند ترسونزادگی ها دارد و تکنیک دارد و کارش رو تکنیک میکند. یک تکنیک کاری 100 آدم رو اجرا میکند. اکنون فکر کنید که در یک روز 100 آدم پول شما 20000 سومون دادن در کار 200 سومی 100 سومونی بعد 10000 سومون در کار که 100 سومی رو کار نمیکند. تراکتور همین رو در یک روز جای همین قدر آدم رو کار میکند. تراکتور چه؟ شاید در 1000 سومون. بله. با مقصد صرفه مبلغ و استفاده نکردن نوری‌های مینرالی که ارزششان یگانه نیست و در حالتهای لازم خیلی گران میشوند، خواجگیدار از اصولهای کلاسیکی که حالا کم کسان از آن کار میبرند استفاده میکند. او با ارزشهای گوناگون پاروی چاروا را خریداری کرده، با روش‌های به خود خاص کارکرد کرده، به بیخ درختان و دیگر کشته‌های خود چاشیده، با این وسیله آنها را با غذای لازمه تأمین میکند. هم کرم پرورش میکنیم، هم بینید که کرم پروی گو رو ما میپرتویم، پروی گو رو میپرتویم. کرم خورده انیخه میکند. اینا
مقصد پرورش این کرم از چی بوده؟ وقتی که ما کرم رو پرورش میکنیم، اول این رو بینید، این خاک پروی سیاه رو بینید، جمع نمیشود. این بینید جمع نمیشود. این پروی تری گاو رو ما میپرتویم، این میخورد، 30% رو میخورد، 70% رو باز برآورده با ما پروی بیوگوموس گفتنی چیز کرده میتید که نظر به پرو 12 مرتبه بقوتر است. ما در زمین هایمون، در زیر درختمون از همین استفاده میبریم و هم زمین رو احیا میکند، هم دیگر خیمیکات استفاده نمیبریم، چون که جواب همه خیمیکات رو همین زمین ما میتید. یعنی که ما میخوایم میوه استحصال کنیم که از جهت طبیعی تازه باشد. روسا میگن اکولوژیست چیستی پروداکت میگن، میوه تازه باشد. به شهروندان میوه تازه رو پیشنهاد کردن در کار. خیمیکات قضیه پیچ کردن در کار نیست. من انقلین زمین های سیاه زمین کرده وقتی در گرد درخت میریزیم زمین استفاده میبرد. نشوناموی درخت 3-4 مرتبه نقض میشد، میوهش کلان میشد، خوش صفت میشود، شیرین میشود. من همین کرم رو با هم مقصد تجربه فقط شما که در حدود جمهوری هم در حدود جمهوری بسیار شد. اینا من باز از اینترنت خوانده اومده تماشا کرده باز تجربه کردم. هیچ گپ نه، چشم بندی نیست. سال اول است. این سال اول است. وقتی کردید شما یاد میگیرید. یکم سال اگر که کردید و نشد، سال آینده دلخنک شدن در کار نیست. همون خطاگیایی که شما سال گذشته کردید اصلاح کرده بکردن در کار. من دورو نمیخرم. دورو پول من صرف میشود، پول کنم میشود. حاضر شما پامیدوروی من میرید با همین شنوندگی 40 نشونامو دارد. درختای من حاضر میریم با همین شنوندگی 40 نشونامو دارد. این بهترین چیز است. بهترین چیز است. پارو رو از کجا دسترس میکنید؟ پورا میخریم 1200 1500 سومونی 1000 سومونی. پوری یک ماشین پوری گاو رو یک زیلش تخمینا 1000 سومونی میشود. یک ماشین زیل. حاضر نرخ همین خدی همین بیوگوموس در یک لخت فروش ها 3 سومونی، در بازار سخاوت در 5 سومونی کیلوی همین بیوگوموس. اینجا آبدهی با اصول قطرگی صورت میگیرد، زیرا به گفته اسکندر رازقوف دسترسی به آب در اینجا مشکلی چند ساله است که تاکنون باقی مانده است. باغداران اساساً آب را خریداری کرده در ظرفهای بزرگ جای میکنند و بعداً با روش قطرگی به نهالان میدهند. اما کمبود آب سبب گردیده است که انکشافیابی نهالان خیلی سست است و مدت‌های طولانی انتظار باید شد که آن بزرگ شود و بارآور گردد. ما از خارج کشور نمونه های نوک ها رو ورود کردیم با مقصدی که ما درخت مادری گیریم و از وقت تک پیوند گرفته آینده نهال های نوک کرده با خواهشمندان پیشنهاد کنیم و بازار بروریم. و من یک تاش بسته است بینید چخیل نوکی بزید ولی این خام است. علاقه نوک کلان شده است. نوک های دیویجی آوردیم، مارگاریتا، ویلیامز، کانفرنس، نوک های محلی خودمون بهترینشون، نوکی سانتا ماریا. اینا میبینید این گیلوسی نوع لاپینس است. لاپینس اینا مادری. من این رو در درون توبک از خارج آوردم. من این همش تک پیوندی از خارج کشور است. برای گیلوس نهایت خوب است. کپ 6 میباشد. ما خدا خواهد ماه آگوست در اینو پیوند میگذارونیم. آگوست 25 پیوند کنیم. 26 بهار 27 علاقه همه این گیلوس خدا خواهد گیلوس میشود هم قطری و نهال گیلوس با فروش میبروریم. ما یه 4 سال انتظار میشه، 4 سال مهنت میکنید. سال اول میبرید، سال دوم میبرید، چوبوق کرده دورو میزنید، آب میتید، اکنون همش کارگر با پول میکنند. سیوم سال پیوند میکنید، یک سال دیگه میایستد بالاشو میبرید، بعد بلند میشد، بعد میفروشید. این یک عمری کلانی میگذرد. اینا قطرگی آب میتیم. در پشت ما قطار تک پیوند سیب رو از ترکیه آوردگم، M9 و MM106. آنا این تک پیوند سیب می باشد، M9 و MM106. M98 پقنه، اگه پقنه گفته چقدر میگیم میشود یک 3-4 متر و MM106 نیم پقنه. با مقصدی ثمرانو استفاده بردن زمین ما اینجا هر جا کوریده من این کبچوک اینا بینه چه خوشوی. این کبچوک علاقه ما 3 مرتبه است. چینده خوردن در کار اینا برده میپزیم رسیدگیش رو. اسکندر رازقوف با زم این همه کوشش دارد که
در حدود خواجگی دهقانی خویش نوهای گوناگون زراعت را نیز کشت نماید. سال روان برای بار اول کشت زیره را به راه ماندند که حاصل دلخواه به دست آوردند. همچنین پرورش نهالان پیسته، انگور و میوه های دیگر بازارگیر را به راه مانده است. نو آوردگی است از خارج کشور. خواهی کن میبینیم چی نمود میبراید. نوکی خوش است. اساسش درختش با کسل توباور است. باکتریال اژوگ، باکتریال راک نشده است. ما 2 روز زدیم علاقه 2-3 مرتبه. گیردش رو پوبیل کرده، پرو ریخته، علفهای مهمه علفها رو درو کرده. در گیردش موندیم تو نم رو قپد. تو تونستن رو. هرچند که آب قطرگی است، آب ندادیم چون که آب نیست. من این نوکم نوکی بهترین است. یک از نوهای بهتر. معلوم است که بهترین است. نبینید؟ این خدا خواهد پس از ما چشم چی بودنش رو فهمیم. از این هم زیاد میکنیم. این نهالچه‌ای که میبینید نهالچه پیسته است، پیسته پیوندی. این سال گذشته شنوندیم. خدا خواهد در 4 سالگیش میبندد. همین باقی که هست باقی مانده 100-200 تا نهال پیسته میشود. اساسا این قسمت بالای باقی من باقی پیسته زور میشود. ما هرچی بسیارتر باید تاجیکستان رو پیسته زور کنیم. چی داریم ما؟ تل و تپه های بسیار خشک و بی آبی به فایده نمیدگی. هرچی زیادتر چی پیوندی چی به پیوند پیسته کنیم، هم ادیرهایمون سبز می شود، طبیعتمون زیبا می شود، چنگ کم می شود، سالکنتر می شود. پیسته های میوه دهنده کنیم، میوهش ارزان می شود، حاصل ارزان می شود. من ببینید در 2 سال اینقدر شده است. هم میگن پیسته او نغز نمیبینه. نه نادرست. همه اوبا همه چی دوست میدارد. این اوبا شما بیخینش ده 20-30 سانتی متر هفته جای بار آب میبود. اگر اینقدر بود علاقه از بی آبی اینقدر شدگی. یگانه وسیله رشد دادن خواجگیداری انفرادی این داشتن تکنیک کاری به مانند تراکتور و دیگر تکنیک های خواجگیداری می باشد که متاسفانه اکثر خواجگیداران ما ندارند. شاید یگانه عامل به دست نآوردن حاصل دلخواه هم در همین باشد، میگوید اسکندر رازق. کدامی که باغ کردنی است یکمش نترسید. وقتی که از من بسیار میپرسن در چند سال میوه میدهد، میگم در 4 سال. اوه میگن این 4 سال یا عمری. این 4 سال در عمر آدمیزاد، تاریخ آدمیزاد یک میجه زدن است. عمر خودش یک میجه زدن است. 4 سال چی است؟ بعضی‌ها همین گپ میگن دل آدم مونده میشود. نه نترسن. امسال خطا کنن، سال دیگه خطاگی اصلاح کردن، همون کارشو کردن گیرن با مقصد میرسن. دستشون رو نپرتوین، نشد نگوین، سال آینده هم رو تکرار کنن. پول کار کنی آسان نیست. با کلاشون کار کنن و بعد با دست کار کنن. علما رو پیشش روند، سلخوز روند، خوانند، یاد گیرند و کنن. و من باقی من ببینید بی آب خیلی سرسبز و خرم است. بی آب. فقط نشونمش سوست است. بجای 1 متر نیم متر میدود در 1 سال. بجای 2 متر 1 متر میدود. چون که بی آب است. حیات آدمان به منبع‌های طبیعی مخصوصاً بر رستنی‌ها و محصولات رستنی وابسته است. باغپروری امکانیت می‌دهد که میوه، سبزیجات و دیگر محصولات رستنی برای خوراک مردم استحصال شوند. طوری که جمعیت جهانی در حالت افزایش قرار دارد، تأمین امنیت آذوقه‌واری یا خوراک برای میلیون‌ها نفر با راه استحصال محصولات غذایی بلندصفت و دسترس می تواند یک مسئله حل کننده باشد. همچنین باغپروری به استحصال میوه که منبع مهم ویتامین و مینرال ها است کمک می کند. میوه ها منبع های مهم برای پیشگیری از بسیار بیماری ها و افزایش و نگاه داشتن سلامتی انسان می باشند. حالا در جمهوری تاجیکستان به این مسئله دقت مخصوص داده شده، جهت همه جانبه رشد دادن این بخش برنامه‌های علاهیده نیز قبول گردیدند. در خاتمه همین را باید گفت که باد و هوا و اقلیم جمهوری تاجیکستان برای تشکیل خواجگی‌های دهقانی، باغپروری و امثال اینها سازگار می باشد.
از این لحاظ اسکندر رازقوف مقصد دارد دامنه باغ و خواجگی خود را از هر لحاظ وسیع‌تر نموده در رشد کشاورزی کشور و فراوانی بازار سهم بگیرد.